فاجعه سیل در ایران به یک فاجعه تاریخی تبدیل شد. متاسفانه تو این چند روز اخیر همونطور که تو رسانه‌های کشور دیدین، حالا اونم بعد از چقدر سانسور، چه وضعیت دردناکی به سر هموطنانمون اومده. من میخوام علت واقعی و عمق این فاجعه رو بگم که ببینید تا چند روز پیش ما تو شهر اصفهان اصلا آب نداشتیم، یا کلا اصلا اصفهان به خشکسالی برده بود، شاهد خشکسالی اصفهان شده بودیم. و دیگر شهرهای مناطق جنوبی غربی، جنوبی شرقی، اصلا مناطقی که رو به خشکسالی از نظر آب میرفت، که البته این آقایون اسمشون گذاشتن بلایای طبیعی یا به قول همون آخوندهای دوزاری امتحان الهی. تو این چند دهه اخیر ما تو کشورهای اروپایی، به خصوص کشور امریکا که سرزمین کفر بهش میگن این ملاها، این آخوندهای دوزاری، کمترین آسیب‌ها و اتفاقات اجتماعی رو شاهد بودیم. از سیل و آمار تصادفات و طلاق و سرقت و حتی سرقت‌های مسلحانه و هر چی که اسمشو بشه گذاشت بلایای طبیعی و یا همون هرج و مرج میگن دیگه. میدونید چرا؟ و میدونید چرا این وضعیت در ایران رو به افزایشه؟ میدونید چرا اینقدر توی این 40 سال یا اصلا تو همین دهه اخیر، تو همین از سال 90 تا 97 حالا ما به قبلش رو بر نمیگردیم، میدونید چرا اینقدر آمار فساد و فحشا و تصادفات جاده‌ای و تلفات جانی و مالی بسیار بالا، حتی تو همین سال جدید، سال 98، نوروز 98 که سال تولید ملی نمیدونم اسمشو گذاشتن حضرت آقا، تو سال 98 که هر 2-3 ساعت یک کشته توی تلفات جاده‌ای ما داریم میدیم. آمار اعتیاد، فرار مغزها و نخبگان، تنفروشی زنهای شوهردار، فقر و فلاکت سراسر کشور، بی‌ثباتی ایران در کل خاورمیانه، که حالا از بحث سیاسی این مسئله میایم بیرون چون قراره بدونیم علت این حادثه یا به قول همین ملاهای دوزاری، پنجشنبه دوزاری، بلایای طبیعی چیه؟ علتش چیه؟ فقر و اعتیاد، راندخاری، اختلاس‌های کلون، اونا تو دستگاه‌های دولتی، قتل و کشتار تو جامعه، سرقت‌های مسلحانه، رشوه و فسادهای مالی و اخلاقی و باندبازی در سیستم دولت، گسترش صیغه‌های ساعتی و دقیقه‌ای که امروزه شاهدش هستیم، به قول خودشون ازدواج‌های سفید. مگه نبود توی شهر که اکباتان تهران باز کرده بودن خانه افاق توسط هاشمی رفسنجانی توسط حزب اللهیای تندرو، اونا رو با آتش کشیدن. طالقانی سال اول انقلاب مگه نیومد گفت هر خانه و یا هر مسجدی نیاز به یک توالت یا مستراح دارد و ایران و تهران نیاز به یک همچین جایی مثل سیلیکون‌هایی که میگفتن اخیراً دارد. سیره‌های ساعتی و دقیقه‌ای، نقض آشکار حقوق شهروندی، از زندانی سیاسی بگیر تا معترضین به حقوق مادی و معنوی، آمار بالای تجاوزات به کودکان و نوجوانان در سطح جامعه که نمونه‌هاش هم دیدید دیگه. تجارت در فعالیت‌های مذهبی به خصوص تو مجامع قرآنی که چک‌های سفید امضا میگیرن برن برای یه اجرای تلاوت قرآن. من آمار چند تاشون دارم. من آمار چند تاشون رو دارم در کشور آلمانی که اومده بودم، حالا اسمش الان نمیبرم، چه مبلغی رو ایشون گرفته بود به عنوان یک مأموریت فرهنگی بیاد آلمان در شهر فرانکفورت و هامبورگ. چه پولی از کدوم کیسه شورای عالی قرآن به اینا پول داده؟ چه مقدار؟ اینها رو خواهم گفت. آمار چند تاشون رو دارم که در برنامه‌های بعدی هست خواهم کرد، چون بچه خودم رو وارد این صنف مافیایی کردن یا همون تجارت قرآنی. چرا؟ علتش رو خواهم گفت. و چه کسانی؟ شورای عالی قرآن که متشکل از چند نفر اعضای زبده که چنین باندی رو تشکیل دادن که حالا باشه تو برنامه‌های بعدی که الان بحث علت سیده. گسترش بزهکاری تو کشور، رابطه زنهای شوهردار با مردهای زندار و هزار کوفت و زهرمار دیگه که توی کشور ما شاهد هستیم روزانه رو به گسترشه. ما آب تو هاونگ دشمن نمیرزیم، ما خودمون متاسفانه بها دست دشمن داریم میدیم و آب تو هاونگ خودمون میریزیم. میخواستم چیزی بگم دوباره نمیگم، بذارش کن. مردم امریکا و اروپا از صبح که از خواب بلند میشن به تنها چیزی که فکر نمیکنن مرگ و حادثه برای انسان هاست.
فرقی نمیکنه اون مردم کجا هستن، ایرانی هن، عربستانی هن، افغانستانی هن، حتی داعشی هن، حتی به داعشیان فکر نمیکنن، آفریقایی هن، استرالیایی هن، تمام کشورهای دنیا از مرد و زن که حقوقشون هم یکسانه. در همین کشور امریکا، در همین اروپایی که اینها بهش میگن کشور کفر، سرزمین کفر، نه مثل اسلام که در اسلام حقوق زن برابر با، ببخشید مجبورم اینو بگم چون حقیقتیه، واقعیتیه، کتمان نمیشه کرد، نوشته شده اینها در کتبشون. حقوق یک زن برابر بیضه چپ یک مرد. اینا درده، اینا عمق فاجعه است. اسمشو گذاشتن دستور اسلام. مردم اروپا و امریکا از صبح که از خواب بلند میشن به تنها چیزی که فکر نمیکنن مرگه. فقط به فکر اینن که امروز چیکار میتونن بکنن که برای فردا، برای رفاه و آسایششون، برای پیشرفتشون و ارتقاء صنعت و جامعه کشورشون کارشون شروع کنن. و روز شنبه و یک شنبهشون هم میرن برای تفریح و خوشگذرونی. به قول ما ایرانی‌ها میرن برای عشق و صفا. این پازلیه که به کار گرفتن. امروز ما شاهد قدرتشونیم. بزرگترین قدرت سیاسی و اقتصادی دنیا همون امریکا. ایرانی که در رده سوم چهارم در قدرت‌های جهانی بود در زمان دوره شاه، که امروز در دفتر حسین شریعت مداری ما شاهد دیدن لپتاپ این آقا اپل روی میزش هستیم. امریکایی. اینه که همیشه رو به پیشرفت و قدرتن. بعد این آقا پا میشه نماز جمعه که میشه میره تو صف نماز جمعه مرگ بر آمریکا هم سر میره. اینه که همیشه امریکا و اروپا رو به پیشرفت و قدرته. اما ملت نادون عوام ما از صبح که از خواب بلند میشن گوشی موبایلشون رو تو دستشون میگیرن و شعار مرگ بر دنیا، کل دنیا و درود بر خودمون تا میتونن برای دوستان و اقوام و وزیر و وکیل و همه ارسال میکنن. روز جمعه هم که میشه میرن تو صف نماز جمعه که شکر خدا از میلیون به 1000 نفر رسیده. میرن تو صف نماز جمعه برای کل دنیا طلب حادثه مرگ و حادثه مریضی میکنن. این میشه عاقبت دعاها که به قول شما همون نفریناست. سیل و مرگ و میر و طلاق و اعتیاد و فساد و فحشا و تنفروشی و هزار کوفت و مرض دیگه این هاست. همین کافرایی که شما نسبت کفار رو بهشون میدین یک بار هم برای تجربه مریضی کسی رو از خدا نخواستن، چون معتقدن به اینکه مریضی و مرگ به دست خداست، مرگ و زندگی به دست خداست و ما این کلامشونه. من باهاشون صحبت کردم و ما فرزندان خدا هستیم و نباید طلب مرگ کسی رو از خدا بکنیم. من با چند تاشون صحبت کردم، با بندیت‌های مختلف صحبت کردم. میگن حتی تصورش هم برای ما مشکلی که بخوایم مرگ کسی رو از خدا بخوایم، طلب مرگ کسی رو از خدا بکنیم. عمق فاجعه رو اینا بهتر از مسلمونا میفهمن که شما اسمتون رو گذاشتین مسلمون. این میشه نتیجه مرگ بر کل دنیا. ببینید عمق فاجعه رو در ایران ببینید. واقعا در اصل که من وقتی این کلیپ ها رو دیدم، وقتی ارسال میشد درام ساعت‌ها درد داشتم. اصلا نمیتونستم تصور کنم که چنین بلایایی در کشور ایران بیاد، همه رو دستشون رو دعا. اصلا تصورش هم برای من مشکل بود چنین بلایی در ایران نازل بشه. این همون دعاهاست که می‌کنید مرگ بر آمریکا و اسرائیل و مرگ بر تمام دنیا به غیر از خودمون. ما خوبیم، به قول اون آقای حسن ریوندی، ما خوبیم، ما بالا، شما همتون پایین. شما کالیفرنیا رو آتیش زدن، جنگل سوخت، نمیدونم سوئیس با روزنامه بچه‌هاشون رو پوشک میکنن و ما رو ببینید ما خیلی خوبیم، ما بهترین زندگی رو داریم. ما فقر و فساد تمام کشور رو برداشته. کجای کار قرار دارین شما؟ ای مردم بیدار شید از خواب، بیدار شید، به خودتون بیاین. نمیدونم چه جوری و من نمیدونم چه تصمیمی میگیرید، من اصلا نمیدونم چی بگم، ولی این وضع زندگی نیست در ایران. این عمق فاجعه در ایران علتش همون مرگ گفتن هاست. چه میکنید از این وضعیت در بیارین خودتون رو؟ یعنی چی مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر تمام دنیا، درود بر خودمون. پسته کیلو 300,000 تومان امروز، این تاریخ، امروز نمیدونم چندم عیده، هفتم هشتم عیده، نمیدونم 98.
کیلو 250,000 تومان، 300,000 تومان. کسی دیگه زورش نمیرسه آجیل بخره. این علتشه، این عواقبشه، مرگ گفتن ها. روز به روز ارزش ریال کشور داره میخوره تو سرش. ولی دلار آمریکا رو نگاه بکنید، حالا ایران میاد 12-13,000 تومانه دولتی میفروشن، تو بازارهای آزاد 17,000 تومان. دلاری که 7 تومن بود در دوره شاه که قرار بود شاه برسونش برابرش بکنه، هزاران برابر شد ریال ما در برابر دلار امریکا. ببینید دور نشین، ببینید عمق فاجعه رو در ایران ببینید. امیدوارم که اثرات منفی روتون نذاره با دیدن این تصاویر. ببینید یا علی یا علی، بچه‌تون رو بدید به من. این بیچاره وای اینا رو وای خدای بزرگ، خدای بزرگ کمکشون کن این بیچاره. یا حسین هراد له شد یا پارک بود حسین ماشینش پارک شد. بازم برید تو صف نماز جمعه بگید مرگ بر آمریکا، بگید مرگ بر اسرائیل، مرگ بر روسیه، مرگ بر اسرائیل، همه جا رو فحش بدید، فضیلت بدوی رو هر چی زورتون میرسه فحش بدید تا ببینید بلایای طبیعی کی میخواد بند بیاد. برید دعا کنید، نفرین کنید، در واقع همون چیزی که شما میکنید. اون تعداد کمی که حالا من میگم همه نه همه 90% مردم ایران از این حکومت برگشتن، اما نمیتونن حرف بزنن. چرا؟ دیگه نمیخوان بچه هاشون مثل سال 59 تا 67 جلوی توپ و خمپاره بفرستن. بهترین سرمایه های این مملکت ما رو تو 8 سال جنگ اینا گرفتن. همین آخوندا، همین ملاهای انگلیسی که تو برنامه قبل گفتم، ماکرون وزیر امور خارجه انگلیس چرا باید تو ایران بیاد؟ شما که تو ایرانی مرگ بر انگلیس میگید، خب این تو ایران چی کار میکنه؟ آقای جزایری امام جمعه اهواز تو انگلیس چی کار میکنه؟ و دیگر سفرا و دیگر وزرای ما در انگلیس چی کار میکنن؟ تو بریتانیا چی کار میکنن؟ سفرهای چی دارن اینا که میگن مرگ؟ پس این سلامشون چیه؟ به قول خودتون، به قول شما اسلامی ها، دوم خروستون رو قبول کنید یا قسم حضرت عباستون رو، کدوماشو قبول کنید؟ یکیشو بگید ما قبول میکنیم، همونو منتشر میکنیم. هیچ چیزیتون مثل آدمیزاد نیست. ملت رو به باد صخره گرفتین، ملت رو به باد مسخره برای امیال خودتون، برای رسیدن به مقاصد سیاه خودتون. بچه هاتون تو اون سر اروپا، تو امریکا بهترین زندگی رو برای خودشون داشته باشن، اما ملت خودتون گرسنه و تشنه تو خیابونا. برای 4 تا فیلم بردار میفرستین از صدا و سیما، اینکه خودتون مسلط روش دوربین بگیرن، فیلم بگیرن. خانم مشکلتون چیه؟ اونم ترسش بگه هیچ، ما مشکلی نداریم. چیزی ما همه چی فراهم، همه چی، خونمون، زندگیمون، حقوق معیشتمون، همه چیمون در رفاهمون. مشکل نداریم. کسی گفته ما مشکل داریم؟ مشکلی ما نداریم. چی بگه؟ میترسه، چون صبح مامورین اطلاعات شما خفت خودش و تمام فامیلشون رو میگیره میکنه به اولوفتونی. این وضعیت جامعه است. بعد برای سرگرم کردن مردم میان یک روزی فردوسی پور رو علم میکنن از اون شبکه ایسه، اون پسر فامیل اقوام حداد عادل تو شبکه ایسه، اونا علمش میکنه که اینو بیرونش میکنه، مردم رو یک جوری سرگرم کنیم از این وضعیت کنونی جامعه در تو شبکه‌های اجتماعی فعلا سرگرم این باشن. یا چند وقتی پیش اون برنامه سلبریتی ها و یا دیگری مردم رو سرگرم اینجور چیزا کرد تو شبکه‌های اجتماعی که مردم یه جوری فعلا حالا تا ما هستیم سرگرم بشن، بعدش حالا میدونیم چیکار کنیم. به عمق جامعه وقتی نگاه میکنیم میبینیم فاجعه بزرگی به سر ملت ایران شما آوردید.